این دوم دفعه است که برادرت میاد خانه نمیجه کتی زن خود یک ماه تیر میکنه خاطر چی؟ خوب میکنه خانه خوارش است. جواب بده بیاد رهته این میجه خانهش سر نمیتونه آمده بیاد رهت کجا تو یا نداده بودی سعی که دوا داری؟ از قومت نبه از قومت هم دیگه از قوم نبه. نمیتونم. من دیگه از قومت هم دیگه پخته کردن نمیتونم. اگر از قومت هم اگه تو چیر نکردمش بازوی تو چیر پاره کلکا او قوم کلکا او قوم کدوا او قوم دیوانه او قوم درتو او قوم قرتو او دندانتلایا پدر مادر چیان انداختیم به خدا من در دفتر بسیار مهم کار میکنم. طرفداری پدرت میکنی؟ نه من طرفداری خودت میکنم. هر روز در خانه قالماقال هر روز در خانه قالماقال تو باش من خیالی چی کنم برای شما قوم در جانم دست نزن دون تچ او قوم چشم سازکا او سوزو او سوز اقران میکش میده از وای نمیبرم ای از قومت یکی خلاص قومت کسی ترقی و ناز باشه یا چی پدر چی ای پدر فیسبوک داشتی تو نداشتی نه؟ نه فیسبوک تام فال کردم یعنی یک دونه لایفون برات گرفتم. سعی شد زنده باشی سلامت باشه نه اینم دیگه جنجال خلاص شد. خیر ببینی بچه دیوانه ایم کده بود. خیر ببینی بچه هم میره جانم استی جگرم استی در غضب خدا شوی در کار خدا شوی زندگی برای تباه کردی. کسی دختر یکیست یکی میشه آه بچه میشه آه بچه فیسبوک اگه جور کردی بیا جنجال پاکو یک ذره خجالت بکشی مثل دختر تو از کیسی دختری کیست؟ یکی چادر رو بود لبسیرین زده این کیست؟ سیکو زن فیسبوک است فیسبوک خب همه کس نادیده خود نیستم نمیشار کلان شدیم. قلبکا چرا روان کردی؟ قلبکا چرا روان کردی؟ خود قلبکا میبرم قلبکا که بیای بعدا تو روان کردی کو میاره؟ نکردیم می قلب قلب نشای چیک نزن سر بابا میگم چطور سر بابا بارگیری پیش از این میگرفتی بشرم از ریش سفیدت از اولاد نواسایت بشرم بوبو چی کنه؟ بوبو داره از خانه سایکو دانت تو بازگک کده بوکس در داداره دار گپ چی؟ نه ما بیبی گپ چیست از یک زر سایکو که چی را آوردی؟ زندگی ما رو تباه میکنی از واسه که جور کنی تو پدر قدمم میچوال فرنده است. کده دار از فرندای تو بخیالم خارق رهان کنم چی کنیم خانم من مجرد تاکم بگردم آله برو کم که قوارت دیگه نبینمت. مادر من این تلفن رو به خاطر خریدم که شما در خانه آرام باشین هر روز جنجال دارین از اون کده خود زیاد شدی. تلفن پاس برده بین مادر میبرم نفروشم میلش کو قریب پس تلفنشم میبرم قریب جان من عزیز بلاخص بکش واسکتا بکش که من خریده بودم من دختر بودم بکش قواله برنامه کی است بکش برو کتی واسکت میرم واسکت نمیمانمت بیدی من از اون چشماش نیستم چرا گپا گفتم برای از خانه برای سعی که تو تا این وقت کجا گم است مچمی یعنی از اول عروسی سی رقم اسی پسان چی خواد کرد چند روز میشه از عروسی ما کجا بودی تا بالا کجا بودی چند بجه ساعت سعی چند روز میشه از عروسی ما یک هفته عروسی بازی وقت همین وقت آمدن تا سعی که وقته دمی یک هفته ما بر تو بسیار احترام کردم سایکو ساعت چند بجه است؟ بسیار احترام برد کردم نه نمیکردی کدام وقتی که من خانه داخل میشم اگر احیانا ابروی می رقم بود ایج گپ نیست اگر احیانا وقت این قسم بودم می رقم یعنی زبان تا بیرون بود این قسمه باز نیستی دیگه چیر میکنم تو چیر خی خب این سه گپ دیگه دختر گلبابو دیگه احیانا
از وظیفه میم شارت میباشم. شارت میفهمی چی را میگه؟ یک لین که دیگه لین میخوره، نه مثبت و منفی تر میکنه. اونم تو ترت میکنم. خب سایکو، اگر کدام روز آمدی که امی در جای متششتیم پایم سر پایم دور است، بفهمی که من تشنه هستم. اگر آمدی که تو پایم سر پای دور است، خودت هم تو میری برات نان جور میکنی، میری میشینی. اگر آمدی که من دان دروازه استاد هستم، جارو در پیشم است، بفهمی که باید برای من پول بدی که من لباس بخرم. اگر آمدی که این قسمی سایل دارم، بازو وقت کت شارتی مارتی ایلتر ایلت که زبین میزنم، ات فهمیدی یا نه؟ آواز باش نیست. مزن گرفتیم نه؟ شیشک گوش بوزن. اینه من کلو برده خاطر که دیروز باز از او خانواده و از او بچه با سواد نبود، اونا مادر پدرش آمد دخترکت رد کرد. چرا رد گفت باید قبول ندارم. از او تو مادری نمی تو دختر دیگه. من مادر چی کردم میتادم یک سیاست شاید تا صبح در تلفن گپ میزنه دخترت یک دفعه پرسان کردی که دخترت در کجاست، موبایل از کجا کرد. ما اون روز موبایل پایلیدم در پیشش نیافتم. یک وقت میبینیم از اینجا خود کشید در لرزه مونده بوده. خالینا بیجه زوده. باز چی غل مقال انداختی؟ نه بخیر یکی بود دو تا شد تلفن سایکو. مادر درس نمو گرفتی از چی؟ چی ریست؟ شما نمیفهم پیرکیا در زندگیتان نه لغت انگلیسی را یاد داشتین، رویت نخکو. این چیش مندی؟ تو مادر هستی یا پدر؟ یک دقیقه تلفن تا وسکو شرموندی مرا در بین قوم آبروی ما رفت تا بال 20 خواستگار آمده کلشان رد میکنی. چی مقصد داری؟ چی مداد داری؟ همین دیروز که از خانواده از بچه آمده بود چی مشکل داشت؟ بچه تحصیل خود خلاص کرده، تو را دوست داره، چرا مرا رد کردی؟ چرا رد کردی؟ چی گپ بود یاد بودو؟ مرا که خوشم نمیاد چی کنمش، قد بلندش چی کنم؟ خیلی میگیری دختره که چی وقت آرسی میگیری؟ همین تو در خانه میمانی. در موبایلات چی سلمان خانم برای من میگیرین یا نمیگیرین؟ نه باز اون بچه من بر تو نگفتم یک بچه از دان مکتب شان شیشته هر روز آره گریان چرا میکنی؟ خوش باش. دان مکتب پف کرده برسون دختر. حالا من دکتر چی کنم؟ حالا 5000 6000 ماش دارم، او چی به درد من میخوره؟ پیسه از اون پیسه سیگرت هم داره، در روز در رنگ موتر میایه، حتی هر روز کستایش تبدیل میشه. معلومات داری موتر از خودش هست. اگر نباشم خوب میگیش. پدرش چی کار میکنه؟ پدرش چیز قمارباز از تجایی میگیره. دختر نازم اونجا بوری از گشنگی میموری، دو روز بعد قلقت زد از خانه میکشه تا اون شما را چی غرض؟ سیکو بچه اگو بچه کار داشته می بود، اگو مصروفیت داشته می بود، ادای قدر وقت حتما برات خواستگاری روان میکرد. سیکو بچه ما برات چی میگم؟ دار مکتب که استاد میشه دختر گلم، خدا میداره غیر از تو دیگه دختر نیست. خدا چند داره چشم چرانی. اونمونه من میگیرم که چشم چران باشه. اگه نگیری چی؟ مندازم خدایا سر با من یا خدا چا مندازم. تا بال چرا نامده؟ میای خود هر وقت آمد من منتظرش میشینم. ما پدرت هستم و مادرت است. امی بچه را خوش داری؟ امی بچه را دوست داری؟ امی را میگیری؟ میگیرم و گرفتم و خواهد گرفتم. بخبرو مر تلفنای من قمسه جامد صدایش بتش برو بخه ما یک دندان ما نسه یک دندان خود کشیده. بدل خود که شاور گرفتی. برو. دختر حق داره بچه را خوش کنه. دختر حق داره یک بچه را انتخاب کنه. این که انتخاب کردش صحیح است، مگر ما میخواستیم که بچه باید روزگار داشته می بود، بچه باید دکتر می بود، بچه باید انجینر می بود. خیلی دخترها حق داره انتخاب کردن. برای خیلی چرا حق ندادن انتخاب میکردم همون وقتی چی بلا افتیدی؟ اوزن یا اساس تو هم انتخاب خودت بود، خب مرا دوست داشتی چند اوزن چی میگی؟ بر دیگه چه نه بر چه بر باش من دازم تنها دست چی هست بچه؟ ما زن گرفتیم برای خود کدام چیز شوی خونه گرفتیم. او بچه کوگنر کش کردی کوگنر؟ نه خب ما سلام علیکم. و علیکم سلام. ما کوگنار چرا کم کش کنم؟ اونجا اروپاست، ما در اروپا زندگی میکنم. اونجا کوگنار از کجا شد؟ خود اروپاسی؟ اونجا علف سر با خود کشت کرده نمیدونی چه برسه به کوگنار. در خارج کشت کو بیادر میشه کشت میشه او؟ این زن دومید است؟ دومی. اولی خیلی کم. نه دومی است دومی. از دیسکوتک گرفتی چی بگم؟ نه خدا نکنه. ینگیت است. دین به دنیا ینگیت است. سر ینگیت بسیار پاتکه نمیکنی؟ سلام. بیاد
نه این چی است؟ این چی است؟ برنج. این چی است؟ این چی است؟ این چی میگونی؟ مرا برسی میشرمانی. این چی است؟ برنج است. خیر این برنج است. حالا کی خورده نه زمین سیکو میمان آمده مرا نشرمان او زنکه. مرا نشرمان دامنی تاکو. دامنی تاکو. بگی بیا این چی است؟ این خو موم است. این چی است؟ این چی است؟ گوشت نکو که نان این چی است؟ میخورم. موم است نه خو این چی است؟ این ما بشرمان برای میمان. برای میمان خود اما تو بشرمان. پخته میشه این. اما تو اینو میده قوی پخته این سالات گوشت است. تو از اینجا کاغذ بیار تو اینجا تو چه کدی بی چم چیز برو تو چای بیار چای چیز بیار. غال مغال نکو او شیشک او دیوانه زن او دیوانه زن ای دیوانه زن من تر بدان گفتم که من میمان دارم از اروپا آمدی در اروپا کگنار کشت میکنه چرا؟ ما چرا این چی است؟ این چی است؟ هر چی از صحیح است آن کرایی شیره ده این قاب آورده شیره ده برای من ده قاب خود آورده چتیس این چی است؟ این چی است؟ کرایی سلاته را این سلاته سی چیزی حالا چرا تو میکنی حالا بان میخورم او را باید بخواه اگر راستش بگویم نان خود دل ما بخی دیدی؟ میمان شرماندی میمان بر شرماندی کوکه بشه باز مازن بخه سر یعنی بخه لالا بخه چی را بخورم بخی از برو گفتم دیگه رنگ خوراک کباب بیار برات کل از را مشت کردی برو بنمون اگه انسان قدش رفتار بنوان انسان است دیگه انسان است برای من نان تیار میکنم ما دیگه سر حیوان برای خود نان تیار میکنم اگه اروپا را باز مقایسه کنیم شاید قارت بیال در اروپا برای خانه ربات نان تیار میکنیم شما سر این چیزا خود مصرف کنین سر زن ربات ور جور کنیم من اینجا یک هتل باشم میرم به اجازه شب اونجا میباشم کجا میری نکو خجالت مرو بچه بسیار خوشمزه خارج بود، میگه تشکر. کوکنار کشت میکنی بسیار کسی مگه پیشانی واز میگن نان و پیاز امو خوب بود وزرکه چی میگی؟ یا که رفت میمان یا که بیادر ما بود رفت بیادر ما خانه بهش بسیار قدر عزت مرا کرد حالا ما چی گناه کردیم حالا ما بر قدر زد کنیم تو گرفتی مشت که دل از را بد کردی نان بود نه برنج بود کدام کارت صحیح است بگو مرا مکاره کدام کارت صحیح است همه قدر عزت مرا کرد خدا گزدار در مورد دیگه خانه بیاره شرماندی مرا از دار دروازه والا اگه بیاره به دیگه اون که اینجا پشک بخوره دم تیاره خواد بوده نه آدمی تیار است شش تا بقیه در افغانستان برات زن گرفتم یک مردم خاندانی رو گرفتم یک مردم خوبه این آمدن بایکای ما را انتقال به تلی طرف بایکای ما را بیارین آمدن سلام مادر جان خوب است که افغانستان نیست اگر چه هوایی فایر میکردین آها خانم من خدا شکر بخیر آمدین بچه سنوی خوش آمدین چه دخترم بچه شکر نه بچه گل بوری عروس آوردیم برات ببین کسی که عکس شارستی کردی در افغانستان از اروپا این بچه بس بچه قندم است خندن وایی که بچه مرا شما کتی عکس شاروسی کردین و عکس شماندین خانه تان آباد خدا خیر و برکت بچه، بتتانه یک دقیقه بسیار معذرت سایکو بیا اینجا که چی میگم ایسو خود بیا. زنگ میزنه در دوستای خود سنو خیره ماشاءالله مادر قدم داره ما گپ دادم فهمیدی قدر گردم ما گپشان دادم خلاص کردیم و روسی رو ما در اوجا کردیم و در ایجا کرد مرا خواستن آمدیم اینا رو پر شما در منطقه لیتل فلان پلوت لرست بیا ما در از موترا میشید ما در موترم راه از اینا نمیرم خب موتر میگم پر شما ما زنگ البته مادرش خبر میده شایش است یا اول میتا که ما بخیر رسیدیم برو خداحافظ پشت ما بیایی فهمیدی بچه سایکو باش که ما بگویم برای بچه گل زدیم ما یک همون تو کلمه لوکس رو برات یک دونه می‌خوایم. موتر هم تو آماده کردیم نمیدان دروازه قد کلیش پشت ما موتر دیگه میاد زیاد پر نگوین که 30 دقیقه زیاد میشه ما میرم داخل که چی میشه کدام موتر میخ ما نه ما موتر گپ زدیم میای پشت ما نه ای گپا گوش کو کجا میری و عروس از ما استفاده کرده باور کنید از ما استفاده کرده گوش چی گرفتی تو؟ گوش کنین ما از خود اینجا شاور دارم پشت ما نبین که دگیر پلیس میتم کلتانه هلو. آخرین بارتان باشم من دیگه نه شما را میشناسم نه هیچ گپا گوش کو سنو کی باز بزن سنو دختر گپا تو زنگ بزن. کجا گرفتی کدام مادرش زنگ بزن تلفن تو اومد که ما هلو چقدر مصرف کردم در بهترین هتل عروسی تا گرفتم سلام علیک مادر من تلجان خوب هستی جان جور از ما رسیدی بی دختره که از ترمینال نارسیده گریخ شوار خودم دید شوهر خدا دید گل وره بچه باز وره بچه در پیش مرا. شما البته امروز خشونت کردیم بچه ما خود هنوز نرسیدیم سعی کنین ما
ما خسورش هستم، ما یک قدر زحمت، یک قدر نه تو خو گپ نه کس شناخته نبود، بر دیگه کس کتش زنگ زده، بر کتش زور رفت گریخت. با احساسات بچه ما بازی کرده، با احساسات بچه ما. اینجا قد کنم کسی دیگه آواده دو اینا بچه ما روانی پیدا که تکلیف روانی پیدا که الهی فیضت الله نکنه چقدر پیسه را نبخشیدیم برات، نبخشیدیم، خدا در بدر کنه تانه. بچه ما دیوانه شد، کیاسی بچه ما دیوانه، خدا دیوانه کنه تانه. بیا بچه کیاسی تو؟ پدرت هستم. پدر؟ پدر چی میگن؟ تو کیستی؟ من مادرت هستم مشتی نه خوب